هیچ اثری از دوخت دیده نمیشه. بخیه نامرئی هواتوا. اول کوک بزن و بکش، بعد کوک دوم رو بزن، نخ رو دور سوزن بپیچون و رد کن. کوک سوم کنار دومی میره، دوباره نخ رو بپیچون و رد کن. این مراحل رو تکرار کن. میگن این روش رو هواتوا برای بخیه زخم ابداع کرد. زیباییش اینه که بعد از دوخت درز دیده نمیشه. الان برای ترمیم لباس و تنظیم شلوار و آستین استفاده میشه. باید به هوش گذشتگان احترام گذاشت. آستین ها خیلی بلنده، نیازی به بریدن نیست. این روش دوخت خیلی کاربردیه. هر چقدر لازمه بخیه بزن، برای همه مدل سرآستین ها خوبه. آخرش نخ رو صفر کن، آستین ها کوتاه میشه. نگران یقه های گرد بازی؟ یه راه حل ساده اینجاست. پایین بخیه بزن، بعد بالا. این کار رو جلو و عقب تکرار کن. محکم بکشید، خط گردن کوچیک‌تر میشه. ساده و تمیز. کمربند خیلی گشاده. اول درز وسط کمربند رو پیدا کن، بعد علامت بزن، دو طرف رو مثل ویدیو قرینه بدوز، نخ رو آروم بکش، مشکل کمربند حل میشه. درز ساق شلواری پاره شده، از پایین شروع کن، چپ و راست بدوز. هر بار نخ رو بپیچون. این کار رو تکرار کن تا ساق شلواری درست شه. ساده و کاربردی. سوراخ کاپشن رو اینجوری درست کن. امروز یه روش وصله زدن یادتون میدم. بخیه بزن تا سوراخ بسته شه. ساده، تمیز و شیک. این کیفیت را با پول هم نمیشه خرید. نتیجه رو بعد از تعمیر ببین. شاید تا 40 سال دیگه دوام بیاره. یاد گرفتی؟